طبق دستور سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورов با مقصدی در سطح بلند جریان گرفتن مشق و تمرین کودکان و نورسان در تالارهای ورزشی در فصل زمستان، رهبریت بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه، مکتب‌های ورزشی و مقامات امنیت ناحیه از روند مشق و تمرین ورزشکاران آگاهی پیدا نموده با آنها صحبت کردند. ضمن صحبت با ورزشکاران و مربیان تاکید کرده شد که در تالارهای ورزشی ترتیب و انتظام، تازگی، ثمرناک استفاده بردن نیروی برق رعایت کرده شود. همچنین از ورزشکاران دعوت به عمل آورده شد که در برابر مشق و تمرین در مکتب با بهای خوب و اعلی خوانده و کارهای بیهوده مشغول نشوند. ذکر گردید که ورزشکاران باید مشق و تمرین و نیروی خود را به خاطر سلامتی و اشتراک در مسابقه ها استفاده برند و در جایهای جمعیتی آداب و اخلاق حمیده داشته باشند. در ناحیه باباجان غفورov در سایه ورزش بسیار دستگیری کرده شده است. ما در چمپیونات‌های جمهوری ولایتی، جمهوری آسیایی اشتراک کرده هستیم. تالارهای ورزشی حاضر ناست و چه دیسایتان اینجا ورزشگران بسیار مشق کرده هستند. شرایط مهیا همه جا ما آمده در همین تالار ورزشی با ورزشگران صحبت میکنیم. ما کوشش می‌کنیم که ورزشگران ناحیه باباجان غفورov در آینده در چمپیونات جهان و المپیادا اشتراک کرده جای نمایش را اشغال کنند. مورد به ذکر است که عین زمان در ناحیه باباجان غفورov دو مکتب ورزشی و یک مکتب مخصوص فوتبال فعالیت دارند که در آنها بیش از 1300 نفر کودکان و نورسان و جوانان در 80 گروه مشق و تمرین نموده در مسابقه های ناحیوی، ولایتی و جمهوری و بین المللی اشتراک می نمایند. در برابر این ناحیه در مجموع در تمام منطقه های ولایت سوخت بر رشد و عمومیت ورزش توجه مخصوص روانه کرده می شود. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای رشد و عمومیت ورزش تدبیرهای سودمند اندیشیده می شوند تا ساکنان دائم سالم باشند و ورزشگران پرچم کشور عزیزمان را در عرصه بین المللی بالا بردارند.